چو خواهی رهیدن از این بندگی، بپیما رهی آفرینندگی. با درود و پیام‌های فراوان، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی آفرینندگی است تقدیم شما. در نشر امروزه برنامه با حضور دکتر بشیر عزیزی که چند ماه اخیر مهمان ما هستند و در پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق به نام بهاءالدین فی اکادمی ملی علوم تاجیکستان من حیث پژوهشگر فعالیت میکنند حضور دارند و صحبتمان را اختصاص دادیم به موضوع آفرینندگی در تاریخ افکار فلسفی بشری و نگفته نماند که صحبت ما مخصوصیت و ویژگی مقدماتی دارد و البته با استفاده از حضور استاد در برنامه‌های دیگر این موضوع را مشخص‌تر می‌کنیم و مثلا مشخص می‌کنیم در افکار فلسفی یونانی قدیم، در افکار فلسفی چینی قدیم، در افکار فلسفی مصر قدیم و بین النهرین و ایران قدیم و فلسفه عصر میانگی و فلسفه نو و نوترین و در این موضوع حتما با حضور استاد صحبت میکنیم و چون استاد مدت‌ها در این سمت تخصص دارن و در سمت فلسفه هم کارهای زیادی هم کردن، این موضوع رو با استاد مطرح میکنیم و از همینجا شروع میکنیم. اولا استاد خوش آمدید که دعوت ما رو سلامت باشین. سپاسگزار هستم از شما. میگذاریم استاد از همین که خودی همین پدیده آفرینندگی که جهان رو تغییر داده است، با حضور همین پدیده جهان تغییر یافته است، در تاریخ افکار بشری، منظورم افکار فلسفی بشری چه جایگاهی دارد؟ از اینجا شروع کنیم و پس آن به دنبال این صحبت را ادامه بدیم. بفرمایید استاد. تشکر. و در فلسفه معمول است که پیش از اینکه شما به موضوع بپردازین، اول باید ما کم مختصر به این بپردازیم که خود همین آفرینندگی یعنی چی چیز را ما خلاقیت یا نو آفرینندگی میگیم. اول اینکه این پدیده باید پدیده نو باشد. در گذشته چون این چیز مانندش نبوده باشد، اما این کافی نیست که ما فقط بگیم چیز نو باشد. مثلا شما اگر یک تابلوی از پیکاسو را شما از نو رسم بکنید، تصویر بکنید، یک چیز نو است، اما بازم تکرار اون چیزی است که شما یک تابلو نو کشیدید در یک کاغذ نو یا در یک تکه پارچه نو. این برای شما چیز نو است، ولی برای کسی که اون تابلوی اصلی را دیده است میگه خب این تکرار چیز گذشته است. نو است، یک چیز نو شما ایجاد کردید، ولی کدام ارزش برای بشریت چیز نو ندارد. پس معلوم میشه که یک عنصر دیگه هم برازی باشد که اون در زندگی ما، در زندگی بشریت، برای بشریت یا قسمتی از بشریت چی فایده رسانده که تا زندگی مردم سهولت بیشتر ببخشد. این عنصر یکی این که نو باشد، دومی که ارزش در زندگی بشری باید داشته باشد. این دو مسئله در مسئله آفرینندگی هست. شما میتونید یک جمله نو هم بگویید که پیاله، کتاب، مثلا فیل، برق، آسمان، وقتی اینو با هم بگذارید پالوی هم یک جمله نو است، ولی این چی معنا دارد برای بشریت؟ این چی فایده دارد برای بشریت؟ یعنی تنها نو بودن کافی نیست برای آفرینندگی. این آفرینندگی باید برای انسانیت و از جامعه‌ای که همون انسان ها زندگی میکند تسهیلات با وجود بیارد. از این که ما بگذاریم، بیاییم به این که در زندگی بشریت این در اضلاع افکار فلسفی همچنان گام‌هایی بودن، نقاط آغازی بوده و گام‌هایی بوده که ما امروز به این اندیشه‌های بزرگ فلسفی رسیدیم. و نخستین گام‌ها را هم قسم که شما گفتید در یونان، مثلا اگر ما یک مثالش بگیریم، فلاسفه گذاشتن، مثلا تالس چی کردن اونها؟ چرا این نوگری بود که در گذشته پدیده‌های طبیعت را با ایده های بیرون از طبیعت میخواستن که توضیح بدن که این خدایان و چندین خدایی بودن، اسطوره ها، داستان ها تفسیر میکرد جهان را. این آمد گفت که نه، من طبیعت و کیهان به شمول انسانیت با پدیدهای خود که در طبیعت است و ما میتونیم او را ببینیم
ما میتونیم که تفسیر و توضیح بدیم. مثلا آب عنصری است که هم در انسان و هم در طبیعت و هم تغییراتی که در طبیعت رخ میده ما در هر جا میبینیم، بدون از این امکان ندارد. خب بعضیا آتش را گفتن، بعضیا خاک. منظور سر این بود که یعنی تفسیر طبیعت به وسیله خود طبیعت. این یک گام بسیار مهم بود. مثلا او با مطالعه خود طبیعت دریافت که این خسوف و کسوف، آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی در یک وقت معین به اساس مطالعه خود همین طبیعت و ستاره ها رخ میدهد. مثلا هر 4 سال بعد در این ساعت. و به مردم گفت که من به شما میگم که دقیقاً در سال آینده در این تاریخ در این روز مهتاب گرفتگی میشد. مردم به این مسئله باور نمیکرد. گفت از چی میدونید؟ که من از حرکت مطالعه خود همین طبیعت. در گذشته فکر میکردن که خدایانشان قهر شده است، بعد قربانی ها میکردن به این مسئله. اون گفت که نه، اگر ما طبیعت را خوب مطالعه بکنیم، درست مطالعه بکنیم، ما میتونیم که حتی پیشگویی بکنیم که چی وقت اینا رخ میده. این یک نواندیشی بود، این یک گام بود. البته به معنای از این نبود که اون فکر اون دنیا از این آب جور شده. خون پسانا دانشمندان ثابت کردن که خب خودش آب هم از ماده دیگر اکسیژن و هیدروژن اینا تشکیل شده. این چیزها یعنی انگیزه بود، یک انگیزه برای که از نو فکر کردن. ما از اسطوره، از میت گذشتیم به صوفیه، به دانش آمدیم. پایه ما این یک گام بود. آهسته آهسته میایم در قرون میانه، میایم که بعد اندیشای بعد از او افلاطون و ارسطو اینا هستن که بر پایه اونا هم دیدگاه خود را دارن. افلاطون ایده را مطرح میکنن و ارسطو فلسفه وجود. مکتبا میان که اینا با هم در تناقض و در کریتیک هستن، در نقد میکنن یک دیگر، در برخورد عقیدگی. فلسفه افلاطون نگاه دارد به ماورای طبیعت، فلسفه ارسطو نگاه دارد به زمین، به همین جا، به آن چیزی که ما میتونیم ببینیم، اندازه کنیم. و این ایدوس میرود اون؟ بله، اون در رافائل در همون تابلویی که شما دیدین که افلاطون با آسمان اشاره داره و اون اینجا به زمین ارسطو توجه دارد. این سمبولیک است. میایم آهسته آهسته به گام‌های دیگه که در زمان رنسانس می شود. ما گذر میکنیم به گالیله میرسیم، به دکارت میرسیم و اون باز یک گالیله و کوپرنیک اینا یک فکر دیگر میکنن که تا اون زمان جیوسنتریک بود، یعنی که زمین مرکز همین نظام شمس است. هر چیز در مدار زمین میگردد و به همین سبب مذهبیون انسان را میگفتن مهمترین است، نه؟ مهمترین موجود است. اگر این مهمترین نباشد چرا همه چیز به گرد زمین و انسان میچرخد؟ زمین مرکزی و محوری. بله، زمین محوری و نشر مخلوقات، این مسائل خودش از زمین میشد که خب یک قسمتش که این زمین مرکز است. ببینید همه دنیا و کیهان به گرد ما میچرخند، ما بسیار مهم هستیم در اینجا. وقتی که آمد گفت نه، این زمین در جمله یکی از سیارات از این مرکز کشیدش در اون گوشه بسیار دورتر، 3-4 سیاره دورتر از آفتاب قرارش داد و گفت که نه، همه این سیارات به گرد آفتاب میچرخند. منظومه آفتابی است این چرخ. بله، از جیوسنتری به هلیوسنتری کشید. و این یک نوگری در تفکر انسان بود که به انسان گفت که جایگاهت را بشناس. زمین، اگر نه اون در گذشته همه کس به همین زمین و آفتاب و ستارات میدیدن، عین زمین، ولی دیگر رقم فکر میکردن. اونا میگن زمین هموار است مثلا. هنوز نمیفهمیدن که این زمین ساختمان کروی دارد. همون زمین چند قرن بعد دایروی شد. بر اثر مطالعات، بر اثر پژوهش انسان‌ها، مطالعه، مشاهده، مقایسه. بله، مقایسه. اینها این باز یک گام بسیار بزرگ دیگه، تکانه دیگه بود نسبت به فلسفه گذشته. و دکارت که بنیادگر فلسفه مدرن است، از سبستانسی و اتریبوسی گذشت به این که کوخیتو ارخوسوم، من خودم میاندشم بنان من هستم. پس من وجود دارم. پس من وجود دارم. و چی چیز میتواند باورمند باشد، چی چیز میتواند به یقین باشد؟ او میگفت که این که من فکر میکنم پس من وجود دارم. این که من چی فکر میکنم مهم نیست. همین که من فکر میکنم میدانم که من هستم.
پس این هستنده بسیار مهم است که درباره دنیا چیز دیگر بگوید، نه چیزهای دیگر، نه بیرون از ما. یعنی همون سوبستانسیه که ماهیت و جوهر. بله بله. بحث جوهری. این میگذره به این که فکر انسان قابلیت از داره. بعد میایم به امانوئل کانت که توانایی انسان را نشان میداد که در مغز خود توانایی درک و شناخت جهان را دارد و یک انقلاب کوپرنیکی را در تفکر انسانی به وجود آورد. یک چرخش کوپرنیکی، مثل که زمین دیگر مرکز نبود، او هم میگفت که اشیایی را که ما مطالعه میکنیم این اساس دانش ما نیست، بلکه مغز ما چیزهایی را در کاتگوری‌های خود دارد و این کاتگوری‌ها جز خاصیت تفکر ماست. مثلا وقتی شما میگین که من سفر میکنم، بعد اولین سوالی که مطرح میشه در این سفر کجا میروید؟ جا را باید بگویید. چه وقت شما میروید؟ این زمانش است. این دو کاتگوری، ما چیزی در جهان به نام زمان چیز نداریم. مکان ما پیاله داریم، ما کره زمین داریم، این چیزها داریم و اما در کاتگوری‌های مغز ما این کاوزالیتی یا علت و معلول و کمیت و کیفیت، این چیزی به نام کیفیت در بیرون نیست، چیزی به نام کمیت در بیرون نیست. در بیرون پیاله است، در بیرون درخت است، در بیرون این چیزها است. اینها را ما با اون علاوه میکنیم. مثلا اون میگفت که مغز ما چیزی نیست که مثل موم واره باشد که یک چیزی میاد در اون ثبت میشود و ما اون را میبینیم که چیست. نه، مغز ما خودش معلومات به اون علاوه میکند و بعضو تبدیل میشد به دانش. و میخواستیم در زمینه اخلاق هم اون کاتگوری‌های را، کاتگوریکال امپراتیف قوانین را مطرح کرد که انسان ها قابلیت از این دارند که اخلاقی فکر بکنند. بشر شما میگر اگر اعمال خود را به طور مثال قانون بسازید، نظر عملی که میکنین او را به قانون تبدیل بکنین و بگویید که همه کس باید اون را بکند، همون خودش اخلاقی است. دزدی را مثلا مثال میداد که اگر شما دزدی دست میزنید، آیا شما میتونید از اون یک قانون جور کنید که همه انسان ها دزدی کنند؟ پس شما میگین که خب کسی دیگه باید مال مرام باید بیاد بگیرد. پس نمیتونید موافق باشین با این عمل که هر کس باید دزدی بکند. یا شما دروغ میگویید، این رو تبدیل کنید به قانون، هر کس به هر کس باید دروغ بگوید. زن شما به شما، پسر شما، معلم شما، شاگرد، چون این جامعه نمیتواند وجود داشته باشد. کم چیز یعنی مرزها را در مبنای کاتگوری و مفهومات، بله، مرزهای شناخت به وجود آورد و گفت که ما چی را میتوانیم بدانیم؟ مرزهای دانش ما کجاست؟ تا چی چیز میدانیم؟ ما درباره ماورای طبیعت چیز نمیتونیم بگوییم، برای اینکه ما رو تجربه کرده نمیتونیم. دینگ انزش یعنی شی به ذات خودش، ما نمیتونیم درباره خدا چیزی بگوییم، ما معلومات نمیتونیم، ما تجربه کرده نمیتونیم. ما فقط درباره چیزای به یقین گفته میدانیم که ما اون را بتونیم که در موردش تجربه کنیم، مشاهده کنیم، او را مطالعه بکنیم با کمک دستگاه ها یا است که عقلا خود ما بتونیم. مرزهای دانش ما چی هستن و مرزهای کار خوب ما چی؟ چی چیز ما میتونیم بگیم اخلاقی است، چی چیز خوب است، چی چیز بد است که از روی این کاتگوری امپراتیو برای شما گفتیم و چی چیز را ما میتونیم بگیم که زیباست. یعنی اینها اندیشه های، مثلا یک من در کتاب خود به نام شهروند جهانی کانسپت، در فلسفه چیزی مهم در آفرینندگی کانسپت هاست. مثلا اون کانسپت شهروند جهانی را برای اولین مطرح کرد. تا اون وقت ما این کانسپت نداشتیم که جهان ما داشتیم، شهروند داشتیم، لیکن این دو کانسپت را با هم یک جا کردن و از یک فلسفه اندیشه ایجاد کردن، این کار امانوئل کانت بود. و او ما یک شما شهروند دارین که تابع یک بلیت معین، یک دولت معین است و قوانین همون جامعه را، همون دولت ملی را باید اطاعت بکند و مثلا در سن چند سالگی باید عسکری بکنن و مثلا چند سال باید تقاعد کنن. چیزا یکی رابطه بین دولت ها دارین، حقوق دولت هاست که دولت ها با هم دیگه چگونه باید مناسبات داشته باشه، روابط بین الملل. بله. اما اون یک چیز دیگر را گفت. اگر یک شهروند، یک انسان در کره زمین در کشور خودش او را بیرون بکنن به خاطر افکار آزادش یا هر چی که باشه، کجا باید برود؟ سرزمین اون کجاست؟ با اساس همین کانسپت گفت که از آنجا که کره زمین گرد است، این انسان نمیتواند که در بی نهایت جای باید برد.
هر جا که برود باز یک کشور دیگه میاد، باز کشور دیگه، باز کشور دیگه، پس به همون جای میاد که پس از همون جا از کشورش به طور مثال تبعید شده بود. بنان این کره زمین مال یک دولت یا یک کشور نیست، مال تمام موجودات است که در همین کره زمین زندگی میکردن و میکنن. بنان پیش از ما زمین بود و بعد از ما خواهد بود. این رو کسی ادعا کرده میتونه که از من است. بنان انسان هایی که در این کره زمین زندگی میکنن حق دارند در هر کشور دیگه بروند و دروازه از او را مثلا بکوبن و بگوین که من میخوام در اینجا زندگی کنم. اونها مکلف هستند که در برابر از او همچون یک مهمان برخورد بکنند، چون که کره زمین مال همه است. بران اندیشه شهروند جهانی را برای اولین بار این کنسپت یک پدیده نو بود و امروز در قوانین بشری مثلا حقوق بشر بر پایه امی افکار به وجود آمده که انسان ها حق دارند که در هر جای کره زمین زندگی بکنند و این کره زمین مال نه تنها انسان هاست، تمام موجودات، حیوانات و نباتات و همه این است مال است. بنا ببینید که فلاسفه با این کنسپت ها یک زندگی نو، منبع یک تفکر نو، یک دیگرگونی ها در قوانین بشری ببینید می شود. حتی قوانین بشری بعد از جنگ دوم جهانی بر مبنای امی افکار امانوئل کانت به طور مثال چیز کردند و دولت ها را مثلا ساختار دولت ها، قرارداد اجتماعی را ما ببینیم به طور مثال که از روسو به طور مثال، جان لاک به طور مثال، معارف پروری فرانسوی شد. بله این توجه به این کردن که ما کنسپت سوشال کانترکت نامش قرارداد جمعیتی است. قرارداد اجتماعی، شما قرارداد جمعیتی، خب همش یکی هستن. این کنسپت ها که ما دولت ها در برابر کی مسئول هستند، کی باید دولت ها را بسازد. در گذشته ها پادشاه میگفتند که ما سایه خدا هستیم و ما نماینده خدا بر زمین هستیم، بنابراین ما در برابر مردمی که در این زمین هستند کدام احساس مسئولیت نداریم، ما جوابگو پیش خداوند هستیم. ولی ببینین افکار فلسفی چی پیدا کرد که اینا دروغ میگن. گفتن وقتی که شما این پادشاه هستین خدا نماینده خدا میگین، اون پادشاه هم میگه من نماینده خدا هستم، پس شما چرا با هم جنگ ها میکنید که دین اون غلط است، دین این غلط است، یا تو دروغ میگی یا اون دروغ میگه. پس ما نمیدن، ما باور نداریم که شما همه پادشاه ها نماینده خدایان، اگر خدا یک تاست چرا اینقدر نماینده مختلف باید داشته باشه؟ یعنی همون قالب تفکری که قالب نظریه که شما در اصطلاح کانسپت اون بررسی کردید، این قالب های تفکری و نظری هستند که بر مبنای اونها برنامه ها ریخته میشه. بله آینده ها ساخته میشه بر مبنای از مثلا همون کانسپتی که از کانت یادآور شده، از فیلسوفان مشهوری کلاسیکی نیمیز فیرباخ اونجا است و بعد هگل است، اینا هستن. همه اینا و بعد تا زمان ما در دایره همین قالب های فکری، قالب های نظری، برنامه های عملی زیستی ساخته شدن و یک جامعه درستی، دولت های درستی، مثلا دولت های ملی ساخته شدن. مثلا هگل هم در ساختمان دولت ملی همه دولت ها حقوق ساختن دولتی خودشون دارند. و اگر که نسازن، نظری هگل است که فلسفه تاریخ اون به وجود آمد که همه تاریخ عبارت از تاریخ آزادی تفکر است. ما در بحث های دیگه ما به طور علیحده به همین گام های اساسی که گذاشته شده در دوران یونان باستان، در عصر میانه و در رنسانس، در عصر روشنگری و بعد از او در قرن 20 و 21، مثلا یکی از کسایی که از این کانسپت های بسیار جالب ایجاد کرده هایدگر است، ویتنشتاین است در سه زبان. این دو شخصیت از شخصیت های بسیار برجسته هستند که نوگری کردن در فلسفه. هایدگر مثلا میگفت که تا کنون پرسش اساسی فلسفی رو اینا مطرح نکردن، همیشه درباره هستی گفتن، درباره هستنده چیزی نگفتن. و او یک اصطلاح داره به نام دازاین، یعنی که خود انسان. او میگفت که توجه ما به خود این انسان باید باشه. ما فراموش کردیم که این انسان چی است. او میگفت که انسان یک موجود است که پرتاب شده است. ما در این دنیا به رضایت خود نامدیم. ما هستی و زمان، هستی و زمان. بله، این
این یکی از بزرگترین نوگری های است در اندیشه فلسفی است که ما انتخاب نکردیم در کدام جامعه، در کدام دین تولد شویم، در کدام نقطه جغرافیایی، در کدام اقتصاد و در کدام کلتور. یک طفل که تولد می شود خودش اختیار تولد خود به دست ندارد و خودش هم شما نمیتونید در یک روزگی دین انتخاب کنین و فلسفه انتخاب کنین. شما در یک جامعه تصادفاً تولد می شوید و سرنوشت شما محدود است به کلتور، اقتصاد، فرهنگ، با فرهنگ که محیط امونجا. و شما اگر در یک خانه در هندوستان در یک خانه برهمنی یا مثلا هندو تولد می شدین، خب حتما شما کودک بودین که پدر شما هندو بود، شما را بر امون کلیسای هندو می برد و شما یک هندو می بودین. ولی اگر شما در یک جامعه مسلمان تولد میشین، در خانواده از اونا، شما یک انسان مسلمان میشین. اگر در جامعه مثلا آیرلند میشین، مثلا کاتولیک یا پروتستان میشوین، بنابراین انسان ها متوجه ازی باید باشند که اونها موجوداتی هستند که به اختیار خود در دنیا نامدن. و چیز بسیار مهم است این است که استرابی که انسان دارد مسئله مرگ است. دلهره را میگن. دلهره و استراب که میگن، نه؟ و اون میگه که این استراب برای اون بسیار چیزهای دیگر را، همه چیز دنیا را از روی امی استراب میبیند. همسایه خودم از روی امی مرگ میبیند، اقتصادم از روی امی مرگ، من چی وقت میبرم، چقدر پول را جمع کنم، پسرانم چی میشوند، فلسفه وجودی. بله اون میگه که یعنی ما توجه اساسی را به این دعزین یا امین انسانی که محدود از فکرش و در یک جامعه همه چیز را خودش تعیین نمی کند، محیط اطرافش، اقتصاد اطرافش، فلسفه اطرافش، دستگاه هایی که در نهادهایی که در این جامعه هستند تعیین کنند، این مسئله را مطرح کرد برای اولین بار. و این بسیار خوب است که او به این مسئله دقت بسیار زیاد کرده و توجه بسیار زیاد. و فکومه بعد از او به مسئله قدرت مثال بسیار زیاد توجه داره. این مسائل باز ما فکر میکنیم که در بحث‌های آینده با تفصیل بیشتر که کدام گام‌های بسیار ظفرمند و یا گام‌های بسیار استوار بودند که سرنوشت تفکر انسانی را تغییر دادن. در فلسفه چیز مهمی این است که فضای آزاد برای اندیشیدن باشد. ما کودکان ما را باید در مکتبا اجازه سوال کردن باید برشان بدیم. چیز بسیار مهم است. فیلسوف کسی را نمیگن که اون بسیار معلومات داشته باشه و فیزیک بفهمه و کیمیا بدونه، دانش در گذشته میفتن که فیلسوف کسی است که به همه علوم تسلط داشته. نه، فیلسوف کسی است که سوال درسته در موقع درست میکنه و قناعت نمی کند با پاسخهای ناکامل و پیوسته سوال می کند. و فیلسوف خوب کسی است که هیچ سوال پیش خود نگاه نمی کند، همه سوالات را مطرح می کند. و جامعه خوب همون جامعه است که برای هر نوع سوال و پرسشگری اجازه شرایط مساعد می‌سازد. وظیفه معارف هم همین است که برای کودکان ما برای پرسششان فضای بسیار خوب را مهیا بکنند. و امو سقراط یک چیز داره، صحبت سقراطی، میگن که سابق شاگرد سوال میکرد، معلم جامعه سقراط میگفت که نه، من سوال بکنم شما جواب بدین. و باید پیوسته به پاسخهای که قانع کننده نباشد یا نیمه باشد ما قناعت باید نکنیم. پیوسته باید. فلسفه عبارت از سوال کردن است، پیوسته سوال کردن است و در جستجوی ازی باشد که وظیفه فلسفه جواب نیست که ما باید جواب داشته باشیم برای همه چیزها. ما باید سوالای خوب را بکنیم، فضای پرسشگری را و انتقادگری را. تشکر زیاد استاد، تشکر که یک صحبت خوبی هم کردیم. ما البته یک صحبت مقدماتی و به اصطلاح کلی کردیم، عمومی کردیم. حتما در فرصت هایی که دست میدید حتما سری بحثی مشخص برمیگردیم و این موضوع آفرینندگی رو در یونان قدیم، در روم قدیم، در ایران قدیم، در چین قدیم، در مصر قدیم، در بین النهرین و اینا حتما بررسی میکنیم تا که برای بیننده های ما روشن شود که هدفی ما از برنامه آفرینندگی به وجود آوردن یک فضای زنده فکری
و تغییر فکری در جامعه است، مخصوصا برای نسل نورسی ما، نسل مکتب خوانی ما، نسل دانشگاهی و محصلان ما که اینها آینده سازی ملت هستند و اینا میتوانند که آینده برای ما فرهنگ ما را برای دیگران به طوری باید شاید معرفی کنند. بار دیگر تشکر عرض میکنم. رسیدیم به پایان برنامه. روزگار خوش و بردوام و ایام بکام.